گاهی اوقات توی شرایط استرس‌ها فرد نیاز داره که با آدم‌های امن زندگیش در ارتباط باشه تا بتونه اون استرس رو قابل تحمل تر کنه برای خودش. این یه رفتار کاملا طبیعیه، چون ما یه موجود اجتماعی هستیم و به رابطه و ارتباط نیاز داریم. ولی اگر شیوه همیشگی فرد برای کاهش استرس این مدل باشه، یعنی همیشه به حضور یه آدم متکی باشه برای کاهش استرسش، ممکنه عدم حضور اون آدم فرد رو در شرایط استرس ها آسیب پذیر کنه. بنابراین خوبه که یه جاهای ما از دیگران کمک بگیریم، ولی یه جاهایی هم یاد بگیریم که خودمون در واقع اون اضطراب و استرس خودمون رو مدیریت کنیم و راههایی برای کاهش استرس خودمون بدون کمک دیگران